بسم الله الرحمن الرحیم. آیا زندان اکراه می شود یا نه؟ برادر عزیز، بین جماعت ما فتنه هست. همین سوال های ما را به دلیل و حجت جواب می دادید. الله استون کند. آیا زندان اکراه می شود یا نه؟ علما درباره اکراه شدن زندان اختلاف کردند، زیرا که در بالای خود فهم اکراه علما اختلاف کردند. این یگان جایی یعنی تعجب آور نیست، زیرا که اکراه یک مسئله است که اکراه وجود داشتنش همه علما اجماع میکنند که اکراه وجود دارد، اما اکراه چه خیل می شود علما بعد اختلاف میکنند. چگونه بودن اختلاف مسئله اجتهادی می شود. البته قول راجح همین است که اکراه عملی است، یعنی و اکراه هم اکراهی متعدی نباشد، در حق کسی دیگر نباشد، یعنی در نفس خود انسان باشد. یعنی یگان کاری که در نفس خودتون ضررش در نفس خودتون باشد، یعنی این اکراه این در این حالت عذر است. اما من اکراه کردن گفته کسی دیگر رفته کشتن، البته این اکراه قبول نیست. بعضی میگن که من مجبور کردن من دیگر نتوانستم، گفته میروند و یگان کسی دیگر به یگان بلا گرفتار میکنند، البته این اکراه در این حالت قبول نیست. اکراه چه خیل است؟ یک عملی را که کفر است یا شرک است به سبب مجبور شدن به نفس خودتون انجام میدید. البته اکراه عذر است، به این علما اجماع میکنند و به این سوره نحل آیه 106 دلالت میکند. من کفر بالله بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله. کسی که بعد از ایمانش کافر میشود کافر است، مگرم در حالتی که اکراه داشته باشد. یعنی یک عمل رو به دلش قصد نکند، همین عمل من انجام میدم نگوید، بلکه همون عمل بد بیند لیکن از سبب مجبوری بکنه. لیکن اکراه مجبوری چی گفتنی گپ است؟ اکراه یعنی یک کسی بیاد در حقیقت شما رو اذیت بدهد، ضرر رساند و شما رو نزدیک به قتل بکند. خیلی که حدیث عمار ابن یاسر در صحیح به این دلالت میکند. مادرشون رو سمیه رو به قتل رساندن و یاسر مادر عمار رو به قتل رساندن رضی الله عنه، به شهادت رسوندن و خودی عمار رو هم قریب بود که به شهادت رسوندن. در همین حالت بعضی از سخنها رو عمار ابن یاسر گفتند، اما فقط بعد یگان سخن انتخال میکنیم اکراه سو نشد. اما مسئله باز میگردیم، اکراه هست یا نیست؟ گوجا، محبس، زندان، ترمه اکراه هست یا نیست؟ البته از همین جهت تفصیلات به وجود میاد، تقسیمات به وجود میاد. بله ترمه های هست که اکراه هست و ترمه های هست که اکراه نیست. ترمه های هست که مردم آزادتر هستند، مردم بی‌ملال هستند، ریش میگذارند، عقیده خودشون میآموزند. یعنی بله تهدیدها هست و تهدیدهایی که نکن ما این خیل میکنیم و میخونیم اکراه حساب نمیشود. اما ترمه های هست که مخصوص ترمه های هست که سبحان الله به خاطری حتی یک رکعت نماز خواندن میبرند و قریب که به قتل میرسونند، لطکوب میکنند یا که میشکنند. انا این نمود ترمه ها اکراه هست. ما مطلقاً این خیلی نباشیم که بله ترمه اکراه هست یا اکراه نیست. البته این مسئله تفصیل دارد که چه خیلی که بیان کردیم. وقتی که تفصیلات رو نظر میکنید بعد از این همون هر کس حالت خودش رو میبیند که در کدام حالت است، در حالتی که اکراه هست یا در حالت غیر اکراه است. بارک الله فیکم. امروزه ترمه هایی که عادتاً وجود دارد در منطقه ما و شما اکثرش غیر اکراه است. ترمه هایی که در ما و شما وجود دارد اکثرش اکراه حساب نمیشد، اکثرش. البته بعد از این اکراه در بعضی مسائل می شود و در بعضی مسائل نمی شود. این هم یک مسئله دیگر است که باید خوب بدونید. ترمه رو ما در بعضی مسائل اکراه گفته می توانیم و در بعضی مسائل عقیدوی کفر شرک اکراه گفته نمی توانیم. این خیلی شم است. به این خاطر که ترمه های هست که به خاطر در ترمه بودن مثلا شما بعضی از عمل هایی که از مستحبات است یا که از واجبات است اگر کنید کمی ضرر میبینید، من باب اکراه به خاطر ضرر سخت نرسیدن ترک بکنید. در این حالت علما میگن که مسائلی که به اصول دین تعلق ندارد همچون اکراه بله ترمه اکراه است. اما مسائلی که به اصول دین تعلق دارد به مانند بگوییم شرک و کفر، در این مسائل ترمه های بسیار ترمه هایی که امروز در عالم است این چی نیست؟ عذر نیست. البته هست ترمه هایی که عذر است. به مانند عمار ابن یاسر اگر انسان رو برند قتل میکردگی بکنند و به درجه برند که غیر وحشتناکی باشد، در این حالت البته عذر میشود. اما برند و سر دیند یک جوان به خاطر زنش رو
یاد کردن به خاطر در بیرون آزاد گشتن رو دوست داشتنش من در ترمه اکراه هم بگید و بعد انا به شرک کفر دست بدن جایز نیست. بارک الله فیکم.